به نام خدا. حکایت 3 عاشق. 3 برادر بودند که یک دختر عمو داشتند. هر وقت یکی از این 3 برادر به خانه عمو می رفت، عمو می گفت دخترم را به تو می دهم. تا اینکه دختر بزرگ شد. برادرها به خواستگاری دختر عموی خود رفتند. عمو برای اینکه برادرزاده‌هایش دلگیر نشوند گفت من به هر یک از شما 100 دانه اشرفی میدهم که از این ده بروید و با مردم معامله و معاشرت کنید. هر کدام از شما پول بیشتری به دست آورد دخترم را به او میدهم. 3 برادر از ده خارج شدند و رفتند تا به شهری رسیدند. در حالی که در شهر میگشتند یک نفر را دیدند که میگفت آهای قالیچه داریم، آهای قالیچه داریم. یکی از برادرها 100 دانه اشرفی خودش را داد و قالیچه را خرید. پرسید که خاصیت این قالیچه چیست؟ فروشنده جواب داد اگر سوار قالیچه بشوی و 7 تا صلوات بفرستی و نیت کنی که مرا در فلان شهر پیاده کن و چشمایت را به هم بگذاری، بلافاصله تو را به آن شهر میرساند. روز بعد دیدند باز یکی داد زد آهای تاس داریم، آهای تاس داریم. یکی دیگر از برادرها 100 دانه اشرفیش را داد و تاس را خرید. پرسید که خاصیت این تاس چیست؟ فروشنده گفت اگر کسی مرده باشد و با این تاس 7 مرتبه روی سر او آب بریزند فوری زنده می شود. روز سوم هم وقتی در شهر را می رفتند دیدند یک نفر صدا می زند های کتاب داریم، های کتاب داریم. برادر سومی جلو رفت و کتاب را خرید و پرسید که خاصیت این کتاب چیست؟ فروشنده جواب داد که نیت کنی که در شهر ما چه خبر است و چه اتفاقی افتاده به تو جواب می دهد. برادرها گفتند این کتاب برای ما خوب است. در همان وقت نیت کردند و کتاب را باز کردند. دیدند نوشته است دختر عموی شما مرده و فعلا در غسالخانه است. تا دیر نشده حرکت کنید. در حالی که هر 3 برادر اوقاتشان تلخ بود سوار بر قالی شدند و 7 صلوات فرستادند و در یک چشم به هم زدند به ده خود رسیدند و دیدند که درست است. دختر عموی نازنینشان مرده است. جلو رفتند و 7 تاس آب روی سر دختر عمو ریختند. دختر عمو به حکم خداوند زنده شد. بعد از آن میان برادرها دعوا در گرفت. یکی می گفت مال من است. اگر من کتاب را نخریده بودم شما نمی توانستید به موقع برسید. خلاصه پیش کدخدای ده رفتند و کدخدا گفت دختر مال کسی است که تاس را خریده. اگر شما که قالیچه را خریده اید یا شما که آن کتاب را خریده اید می آمدید و او را به این حال می دیدید کاری از دستتان ساخته نبود و آمدنتان هیچ فایده ای نداشت. دوستان عزیز خیلی ممنونم که همراه من بودین. لطفاً جهت حمایت از من کانالم رو سابسکرایب و این ویدیو رو هم لایک کنید.